pardon من اسکرچ درسی هفتم میشه و در بالای بازیش میشه سوم میشه چالک میبینیم میشه که پخش کردیم خب نه میبینیم چطور میکنیم و ثبت یا وارد میشیم نه نمیدونیم اپراولینگ یا وارد میشیم اگه اپراولینگ یا باشه میگیم خب نجکن کده یا نچنه کپ کلون میاریم در روی کد نویسیم میمونیم برای که درجه علاقه ما پینهان چوی موش نویسونده بودیم وقتی که پیشت بالای موشک در باشه پینهان میشه وقتی که ما پیت پرابلنجا کنیم یه در گفتگی ام پی سوزدت کلون یعنی نسخه شا بسازیم یکی نسخه یا اکیلی پیدا میشه و نمالم از ما کدی هم را می نویسیم و بینش نیبیده وارد میشیم زمینید کستیم ها میگیریم و موشی اکن خب ای همینجا باید علامت دیگر است که چون که اینجا پریاتاڅا بود اینجا در پوکزت سر میگیریم میمونیم این artık kodi global işlemi خب повторяю всегда доиму такой шаблон یعنی که کلونه که دویم باید پیدا شود در یک جمله یک شما دویمو پیدا شود برای همین ما چیکار میکنیم برای پیدا شدنش یکی از اون سنسور رو میریم یا در سنسور مثل دیوژنی رو میریم خب دیوژنی رو ما چیکار انتخاب میکنیم ایتی هست یکی یکم ایسلی کسی چه کره اثر میکنیم با سبب اونی که معبودا موشمون میره در یکم کجک چون میزنم مثلا این طرف یا که این طرف میزنم و چیکار کنم با صحنه برگردم با پای سر میکنیم بعد از اون ایتی دستی شگوف انتخاب میکنیم برای چی ایتی دستی شگوف برای که هجده یک چند کد دیگر هزیمان میمونیم در بلوک نام ایتی دستی شگوف هم تا کارمون باید علیش میشونیم و اپراتور داخل میشیم ای اپراتور ما ویدت سلوچینه آتیت تو دسته انتخاب میکنیم یعنی تو ده ها با بلوی همی 10 میاریم در داخل همی جو میشوم یعنی ایتی از یک قدم تا 10 قدم یه رقمی تصادفی را برنامه با ما پیشکش میکنه ما اینجا یه رقم تصادفی را ایده تو 30 را میگیرم یعنی اینجا یکم قدم تصادفی را انتخاب کنم خب بعد از این ما برمیگردم و بین گرادوسون یک گرادوس انتخاب میکنم و برمیگردم با اپراتورمون خب ای اپراتور چی را؟ من دیده سلوچین چیزی را ما پخش میکنم و یعنی مشاهد هر سرسه تا خورده هم بتونه که خودش بخودش اینجا یا که اینجا پیدا شدن بگیرم خب با همین کد نویسی ما درباره همین موش با آخر میرسم با موش که با آخر رسید ما چیکار میکنیم برمیگردیم و پیشکچه هم باید یک کدم میگه وقتی که ما موش را کنیم میجنبونیم پیشکچه ما هم باید چیکار کنم با کار بداریم ثبت یه میویم خب همین کد همین پخش میکنیم خب همین پخش کردش دیگه این سال میگویم فلانی بیمادونیم خب ایدامش چیکار میکنیم هفتری دوستگی را انتخاب میکنیم و پلاوی وارد میشیم خب هفتری دوستگی را که انتخاب کردیم اون که اینجا ما چی را باید ما انتخاب کنیم که این چی با کار بدونیم دیوژنی رو میریم خب پلیتین از سلوچین چیزلو هسته ما نمیه میگیریم آنها در بین همین میمونیم و ایجاد تیرچه را پخش میکنیم هسته سلوچین پراژین را اقضت میشیم و سیاه ما اقضت میشیم را پخش میکنیم یعنی وقتی که برنامه ما با کار میداریم وقتی که ما مشاک هم میجنبونیم من پیشت منم که جایی که مشاک میره باید چیکار کنم برام خب این خیلی که باشم برمیگردیم با فون یعنی کد موشی ما با همین با آخر میرسیم فونده میاییم فونده نگاه کنیم وقتی که ما ایرا میرکنیم شما باخت دیم نیست حالش نمیشه
برای که یا کاری کنیم که نمی در سرچوی برنامه شما حل شما و با ثبیت میریم کد را انتخاب میکنیم. بعد که را انتخاب کردیم با ما چی در کار میشود؟ و با ما یکی از فون ها در کار میشود. برای همین ما از پرکیوچت فون استفاده میبریم که او در بنشنی بیده در بنشنی بید داخل میشیم پرکیوچت فون نام همین را انتخاب میکنیم. خب اینجا ما فون خودمون انتخاب میکنیم که باید یک اگر نفهمید تمام فونای شما درسته اینجا در فون را پخش میکنیم که نگاه کنیم باید یک مونه هیچی نویسندگی نیستیم. بال داده باشه شما باخته و بال سه باشه شما برندش کنید. برای که بال یک انتخاب میکنیم وقتی بازی سرشید با بال یک پیوست شود. و اما که با یک چیز دیگه هسته که در اینجا ما از اپراتوری تکلاش های دائمی استفاده میبریم 713 در داخل یکم چیکار میکنیم یا چیکار کنیم که همین برنامه ما کم کم شود کار کنیم. انا در اینجا ما از دو اپراتوری اگر استفاده میبریم یعنی اگر چی یسلی بگیم باروسی شاید میمونیم و یکتای دیگه میمونیم دو اپراتوری اسلیشید این که در داخل همینه ما با میگردیم آی پرابلم با اپراتور ها میگیم در نمی اپراتور ها خب یه جدا ما ای داریم نمی ای را انتخاب کنیم نمی بالا یعنی چرکنجه یعنی در باریدش میکنیم یک تای دیگه یعنی ای میگیریم بالا ایشتا باریدش میکنیم سوال در یکی این هر دی اپراتور های چکار کنم با ای بایره بسانجم چی را بسانجم خب آن اکنون میدونیم برای یکمش سنجیدن ما باید که بگیم اگر تایمر یعنی ما اگر در خطی داشته باشیم بازی موندن منود موندن میدونیم بخش جدا کنم میدونیم سالی یک منود نه 10 تا میشه میکپم 20 تا میکپم برای همین یعنی ما کلان 50 که تیرچه گفته سی اینم تیرچه را میگیریم یکم گشتم میمونیم بالای یکم گشتم جدا کنم خط توشید خب اینجا دا میمونیم و اینو تیرچه دو میگیریم هنده و برای اینو تیرچه دورش میریم اینجا خیلی میمونیم اینجا دا لکه پایدا شد با یک تای دیگه میگیریم در تحتیش میمونیم با هر حال باید بسنجم کنیم هردشان های 50 کلمه یا که خودم میمونیم نه که ما اینجا دا 50 را میگیریم 60 میمونیم برای که ما 60 ستونیه را میدونیم یعنی یک دقیقه 60 موندیم خب کلی دیگر داشته میاریم در کلی دیگرش ما یک داشته علامت کلان یک داشته علامت خورده میدونیم مثلا که باید ما بسنجیم که 20 هست یا 20 کلان یا 20 خورده خب اشتر کنه اشتر خوردش دار کنه میمونیم انا اشتر مینایسونیم 20 کلان اشتر مینایسونیم 20 یعنی تیرچه که دار 20 چی های خورده 20 کلان 20 خورده انا هر داشته ما باید تایمر میمونیم تایمر را کجا میگیم برای تایمر را گفتن که ساعت همون نشون میدن و سنسور وارد میشویم خب سنسور را کجایی را باید تایمر گفتن نویسندگی باشیم مطلب خب تایمر اینا یک تایمر موی هست این را میگیریم میگیم بانوش را میگیریم خب یک تایمر که گام در ایجاد میگیریم در ایجاد میگیریم لیکن نگاه کنیم تایمر را میگیریم تایمر اگر 60 بالا باشه خب تایمر اگر 60 بالا باشه انا اینجا اپراتور را چکار کنیم با کار بدرون خب انا که دومش را ما باز یا اپراتور دیگه خب پرمن میسازیم یعنی تأخیری و بنده هم میسازیم نصف باشه یا با درس دیگه دارم شد شما دارم میفهمونیم
شما میتونید کنار چیزی که هسته با میج بودیتون خودتون سرتون یا باید بسنجیم کورکنی ایرا با ای بازی اکو در بیسم داخل نام میرسه هم داون دادن میگیرم یا در یک günü میسازی جدامو شست یک günü tamam میگیم داون دادن میگیرم یکی انای کدایی که ما با پراگی بول میکنیم در درس دیگه بعد خوش بودیتون اکور میدیم خب خانواده سال بلند بشیم که درس دیگه